قرآن گفتن. من دیروز برادر عزیز اکا ای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 4 5. با خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیر شاکو جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خوانده میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین خواندم باز خواندم. در 1 دقیقه برادر عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در 1 سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه 5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه است. ببینید چقدر ما اهمیت نمیدیم. 1 دقیقه در آدم میتواند 3000 ثواب صاحب شود. بهترینی یا گویم از همه حمدی که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در 1 دقیقه تا 50 بار 60 بار بگو. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در 1 مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 می شود 5 مینوت دیگه مونده است ای کی می شود گفتم کی می شود قد میگذرونیش. اگر همون 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع می شود. زین لحاظ برادرای عزیز وقت بسیار. حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره میگه وقتی که آفتاب روشن میشید است روزی نو که می آمده است میگه همین روز به آدمیزاد میگفته است ای فرزند آدم من شاهد همه کارهای تو هستم پایبند کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهاش زیاده ولی وقت زنده کردن راه نداره. وقت کشی آسان است ولی وقت زنده کردن نیست برادرای عزیز و گرامی.